سلام خدمت همه دانش آموزای عزیزم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من احمد رضا عبداللهی، مدرس ریاضیات چنل ریاضی تراز. امروز میخوایم با هم دیگه تمرین صفحه 63 و 64 از درس 2 فصل سوم رو حل بکنیم. برای اینکه محتوای بعدی و حل تمرین‌های دیگر رو از دست ندی، حتما چنل ریاضی تراز رو سابسکرایب کن و اگر از محتوای این ویدیو استفاده کردی ممنون میشم که اونو لایک کنی و برامون کامنت بذاری. بریم سراغ تمرین شماره یک تمرین فوق العاده راحت و سوال اینه که وارون تابع F که 3 تا زوج مرتب 2 و 3 منهای 2 و 1 و منهای 1 و 2 هست رو به دست بیاریم. بچه‌ها وقتی به شما یه دونه تابعی میده که شامل چند تا زوج مرتبه، یعنی نمایشش زوج مرتبیه، برای اینکه وارونش رو به دست بیارید فقط کافیه جای مؤلفه اول و دوم، یعنی جای ورودی و خروجی رو جابجا کنید. مثلا شما این رو که میخواید وارون بکنید، 2 و 3 رو که میخواید وارون کنید، کافیه وارونش رو بنویسید 3 و 2، یا منهای 2 و 1 رو که میخواید وارون کنید فقط کافیه بنویسید 1 و منهای 2. که خب من حالا اینجا مرتب مینویسم f وارون x، f وارونم به صورت f به توان منهای 1 مینویسم مساوی است با 3 و 2 و 1 و منهای 2 و 2 و منهای 1. پس این میشه چی بچه‌ها؟ میشه وارون تابع f. اما بریم سراغ سوال 2 که شبیه سوال 1 با این تفاوت که یه نمودار به ما داده. بچه‌ها این نمودار رو داده و گفته نمودار این تابع رو بیاید وارونش رو رسم بکنید. من برای اینکه وارونش رو رسم بکنم باید اول نمودار خود تابع و ازش تفسیری داشته باشم. خب این یه تابعه که 3 تا نقطه‌شو اومده برای من بولد کرده با رنگ مشکی. پس من این 3 تا نقطه رو میام مثل سوال بالا مینویسم. اسم تابعم رو میذارم f. نقطه اول که بچه‌ها این نقطه باشه، ببینید من مینویسم f مساوی است با نقطه اول 1 و 2. درسته بچه‌ها؟ این نقطه مختصاتش هست 1 و 2. نقطه بعدی نقطه 0 و 3 و نقطه بعدی نقطه چی بچه‌ها؟ منهای 2 و 1 هست. خب این تابع f. حالا بچه‌ها تابع f وارونش دقیقاً نقاطش میشه 2 و 1، نقطه بعدیش میشه 3 و 0 و نقطه بعدیش میشه 1 و منهای 2. این 3 تا نقطه رو من اینجا نمایش میدم و فقط کافیه دیگه رسمش بکنم. به چه صورت؟ خیلی خب بچه‌ها من اینجا نمودار رو آوردم. حالا بیاین نقاطمون رو مشخص کنیم. نقطه 2 و 1 اینجا، نقطه 3 و 0 اینجا و نقطه 1 و منهای 2 اینجا هست. حالا کافیه من این 3 تا نقطه رو به هم وصل کنم. در اصل این 3 نقطه رو رسم میکنم. بچه‌ها میبینید که دقیقاً این 3 نقطه‌ای که الان من به هم رسم کردم شبیه همین نمودار f. منتها این نمودار f وارونه، یعنی نسبت به چه خطی بچه‌ها اومده و وارون شده؟ نسبت به خط y مساوی است با x وارون یا همون قرینه شده، که من اینجا خط y مساوی است با x رو هم برای شما به صورت شماتیک رسم کردم. اما بچه‌ها حل سوال سوم، ضابطه وارون هر یک از توابع با ضابطه‌های زیر را بیار. خیلی خوب بچه‌ها، نوشتن وارون یه تابعی که به صورت ضابطه است رو من سعی میکنم در کنار اینکه دارم تمرین رو براتون حل بکنم مرحله به مرحله براتون بگم که حالا هم یه یادآوری هم یه درسنامه کوچیک براتون گفته باشم. مورد الف fx مساوی است با 5x منهای 2. من اول fx مساوی 5x منهای 2 رو به صورت y مساوی است با 5x منهای 2 می نویسم. کار من اینه که توی مرحله بعدی x رو تنها کنم، یعنی اولا 2 رو بیارم این طرف، y به علاوه 2 مساوی بشه با 5x و مرحله بعدی اینه که ضریب 5 رو بیام از بین ببرم، یعنی بنویسم y به علاوه 2 تقسیم بر 5 مساوی x. توی مرحله بعدی من جای x و y رو عوض میکنم، یعنی مینویسم x به علاوه 2 پنجم مساوی میشه با y و در مرحله آخر به جای y f وارون x رو مینویسم و مینویسم f وارون x مساوی است با x به علاوه 2 تقسیم بر 5 و این دقیقاً نوشتن ضابطه وارون یک تابعه.
اگر میخواید ببینید که بچه‌ها درست به دست آوردید ضابطه رو یا نه، کافیه مثلا یه عدد تست بکنید. مثلا بچه‌ها اگر اینجا به خود f به ضابطه یعنی fx 1 بدین، 5 1 5 تا منهای 2 3 بهتون میده. پس یعنی ورودی 1 بدین خروجی 3 بهتون میده. پس توی وارونش بچه‌ها اگر ورودی 3 بدید خروجی باید 1 بده. خب اینجا تو وارونش بچه‌ها اگر ورودی بهش 3 بدید، 3 به علاوه 2 5 تقسیم بر 5 خروجی بهتون 1 داد. پس این رو میفهمید که درست حل کردید. من برای قسمت ب و پ دیگه این کار رو نمی کنم، فقط این کار رو کردم که اگر توی حل تمرین یا توی امتحان به شک برخورد کردید که آیا این وارونی که نوشتم درسته یا نه، بتونید از این راه خیلی ساده برای به اطمینان رسیدن نسبت به این قضیه خلاصه مطلع بشید. بریم سراغ قسمت ب. fx میشه 3 پنجم x به علاوه 4. پس من به جای fx اول می نویسم y مساوی 3 پنجم x به علاوه 4. در مرحله بعدی 4 رو میارم این طرف، y منهای 4 مساوی 3 پنجم x. توی مرحله بعدی دو طرف رو بچه‌ها ضرب در 5 سوم میکنم. چرا دو طرف رو ضرب در 5 سوم میکنم؟ که اون 3 پنجم از بین بره. در نتیجه من می نویسم y منهای 4 ضرب در 3 پنجم. بچه‌ها 3 پنجم ضرب در 5 سوم میشه 1. پس x اینجا تنها باقی میمونه و در مرحله بعدی جای x و y رو عوض میکنم. یعنی می نویسم x منهای 4 ضرب در 3 پنجم مساوی y و در مرحله آخر به جای y می نویسم f وارون x مساوی است با x منهای 4 ضرب در 3 پنجم و در آخر حالا میام اگر دوست داشتم این ضرب و تقسیمش رو هم انجام میدم. یعنی x رو ضرب در 3 پنجم میکنم، منهای 4 رو هم ضرب در 3 پنجم میکنم که f وارون x به دست میاد 5x منهای 20 تقسیم بر 3. درست شد بچه‌ها. این هم از نوشتن وارون قسمت ب. و اما قسمت پ که آخرین قسمت هست هم به همین صورت به جای fx می نویسم y مساوی است با منهای 7x به علاوه 3 تقسیم بر 5. یه طرف این وسط این میکنم بچه‌ها 5 رو ضرب در y میکنم و حاصل رو می نویسم 5y مساوی است با منهای 7x به علاوه 3. به علاوه 3 رو میارم این طرف، 5y منهای 3 مساوی منهای 7x و در آخر منهای 7 رو میارم توی مخرج. یعنی 5y منهای 3 تقسیم بر منهای 7 مساوی است با x. حالا کافیه که چیکار بکنیم؟ جای x و y رو عوض بکنیم. یعنی 5x منهای 3 تقسیم بر منهای 7 مساوی y و در نهایت به جای y f وارون x رو قرار میدم که مساوی میشه با 5x منهای 3 تقسیم بر 7 که من حتی میتونم منفی رو توی صورت تاثیر بدم، بنویسم منهای 5x به علاوه 3 تقسیم بر 7 و این هم از حل سوال شماره 3 که یکی از سوالات مهم و امتحانی شما توی هر نوبتی است که امتحان بدید. سوال 4 میگه میخوایم با حذف تعداد از نقاط نمودار مقابل آن را به یک تابع 1 به 1 تبدیل بکنیم. حد اکثر چند تا نقطه باقی میمونه؟ بچه‌ها شرط تابع بودن وقتی شما یه نمودار داشتی این بود که موازی محور y بیش از یه نقطه نباشه. یعنی موازی محور y بیش از یه نقطه حضور نداشته باشه. یعنی بچه‌ها اگر یه سری خطهای اینطوری بکشید بیش از یه نقطه ای نباشه که این خطها رو برای شما قطع بکنه. اما بچه‌ها شرط 1 به 1 بودن چیه؟ شرط 1 به 1 بودن اولا تابعه، پس همین شرط بالا رو داره. یعنی میگیم شرط 1 باید برقرار باشه. به علاوه این شرط اینه که بچه‌ها من نباید y مساوی هم داشته باشم. یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی موازی محور x ها هم بیش از یک نقطه نباید باشه. پس هر دو شرط رو باید داشته باشه. هم شرط 1 یعنی موازی محور y بیش از یک نقطه نباشه که شرط تابع بودنه، و شرط دوم اینه که روی موازی محور x هم بیش از یک نقطه نداشته باشه. بچه‌ها من الان خطوطی که موازی محور x هست رو میام براتون رسم میکنم. این یه خط، این یه خط، این هم یه خط
دیگه. الان چند تا نقطه اضافیه؟ ببین رو خط در اصل y مساوی 1 2 تا نقطه است. پس مثلا من این یکی رو حذف میکنم. روی خط y مساوی 2 3 تا نقطه است. پس من باید 2 تا نقطهش رو به دلخواه حذف بکنم. مثلا این 2 تا نقطه رو حذف میکنم. توی خط y مساوی 3 هم 2 تا نقطه است. پس من یکیشو به دلخواه حذف میکنم. پس حد اکثر چند تا نقطه میتونه باقی بمونه؟ 1 نقطه، 2 نقطه، 3 نقطه. پس من میگم حد اکثر 3 نقطه باقی میماند. درست شد بچه‌ها؟ بریم سراغ حل سوال شماره 5. میگه نمودار تابعی با دامنه 0 و 2 و برد 2 تا 5 رو رسم بکنید. الف به شرطی که این تابع 1 به 1 باشه و ب به شرطی که این تابع 1 به 1 نباشه. بچه‌ها وقتی میگه برد من 2 تا 5 باشه، خب مثلا من اینجا خط 5 رو هم رسم میکنم. میگم خب تابع هم کجا باشه؟ بردش باید از اینجا تا اینجا باشه، یعنی روی محور وای ها بیش از اینجا جابجا نشه. 0 تا 2 یعنی تا اینجا هم بیشتر جابجا نشه. یعنی من یه محوطه‌ای که توی این محوطه‌ای که بچه‌ها به شکل من مستطیل میکشم باید تابعم در جریان باشه. ببینید توی همچین محوطه. حالا اگه بخوام 1 به 1 باشه چه شرطی باید رعایت کنم؟ شرطی که بالا گفتم. یعنی اگر من هر خطی موازی محور وایی کشیدم، این خط رو کشیدم، این خط رو کشیدم، نمیدونم این خط رو کشیدم یا هر خط دیگه توی این محدوده که کشیدم، کافیه که بچه‌ها بیش از یک بار قطع نکنه. مثلا بچه‌ها این تابعی که من الان رسم کردم، ببینید دامنه و بردش توی این بازه است. یا حالا یه کاری بکنم که سر دامنه اینجا باشه، ته دامنم اینجا باشه، سر برد اینجا و ته بردم اینجا. دقیقاً یه همچین چیز 1 به 1 چی هست بچه‌ها. حالا اگر بخوام 1 به 1 نباشه پس این الفش رو بنویسید. خب من الان خطوط قبلی رو پاک کردم. حالا بچه‌ها میخوام دقیقاً یه دونه تابع رسم بکنم که 1 به 1 نباشه. خب بچه‌ها کافیه مثلا یه همچین تابعی رو رسم بکنم. مثلا بچه‌ها این تابع رو رسم بکنم. الان این تابع دامنش 2 تا 0 تا 2، بردش هم 2 تا 5، اما 1 به 1 نیست. نگاه کن اینجا یه برخورد، دو برخورد، سه برخورد، یه برخورد، دو برخورد، سه برخورد، اینجا یه برخورد، اینجا دو برخورد. میبینیم که روی خطوطی که موازی محور ایکس ها هست بیش از یک بار داره میاد و اونها رو قطع میکنه. پس این هم از حل سوال 5 قسمت ب. و اما سوال 6 به ما میگه که با حذف بخشی از نمودار نیم دایره داده شده رو یه طوری در اصل بیاین سر و سامونش بدیم که نمودار یک تابع 1 به 1 رو مشخص بکنه. قبل از اینکه بچه‌ها سوال آخر که سوال بسیار راحتی هست و کلا تمرین این صفحه‌مون سوالات راحتی رو شامل میشد، البته مهم ازتون میخوام حالا که تا اینجا اومدید اگر هنوز چنل ما رو سابسکرایب نکردید یا محتوای ما رو لایک نکردید، لطفا ممنون میشم که این کار رو بکنید و همچنین این پیج رو به دوستاتون معرفی بکنید. خب بچه‌ها من وقتی میخوام نمودارم 1 به 1 بشه شرطم چی بود؟ شرطم این بود که من اگر بیام و خطوطی موازی محور x بکشم بیش از 2 نقطه نمودار من رو قطع نکنه. خب اینجا ببین کجاها داره این اتفاق میفته؟ خیلی جاها داره این اتفاق میفته. ببین اینجا هم داره این اتفاق میفته. ولی اگر من بیام یکی از این نیم دایره ها رو حذف بکنم، مثلا این نیم دایره رو حذف بکنم، خب قبول دیگه این قسمتی که باقی میمونه 1 به 1. یا بالعکس مثلا بیام این نیم دایره رو حذف بکنم، حالا این نیم دایره که باقی مونده قبوله که 1 به 1. بله بچه‌ها 1 به 1. پس من لازمه که سمت بچه‌ها راست x مساوی 0 یا سمت چپ x مساوی است با 0 رو بیام حذف بکنم. دوتا رو نه، یا این رو حذف بکنم یا اون رو حذف بکنم. امیدوارم که بچه‌ها از حل تمرین این قسمت استفاده کافی رو کرده باشید و به خوبی بتونید مسائل این قسمت رو حل بکنید. موفق و پیروز باشید.